پیاپی رو برای پاس کامیاران به ثمر میرسونه تا بازی در امتیاز 14 برابر بشه. توپو میقاپه اونجا رضا مرادی برای متین جلالیان. حالا سه امتیازی باباجانی و توپی که میشینه توی سبد. 54-52 در چشم به هم زدنی. رد میشه میاره بالا، پاس اصلا خوب نیست. متین جلالیان توپو برمیداره میاره این و باباجانی سه امتیازی رو اقدام میکنه و سه امتیاز با دستان باباجانی برای تیم پاس کامیاران. اختلاف شد 12 تا 17 تا رسید به 12 تا. رادین علیزاده میرسونه به گنجی گذشت 7-6 به سود تیم پاس کامیاران. باباجانی در مقابل فلاح شوتش رو انجام میده، یه شوت عالی، یه دو امتیازی از راه دور و تبدیل به امتیاز دهم. مجموع امتیازات تیم پاس کامیاران 2 رقمی شد. 3 دقیقه. سعادت نیا صاحب توپ میخواد که حرکت انجام بشه، توپ میره پایین برای رضا مرادی، تقابل او با جلالی میچرخه، توپ میاد اینجا، یک اکسترا پاس از کرنر و این مهران باباجانیه که با 3 امتیاز تیمش رو به امتیاز 15 هم میرسونه. بازیکن بسیار خطرناکه مهران باباجانی. خانم نایبی دیگه آمارش هم فکر کنم که خیلی خوب بوده، مخصوصا تو بازی اول روی نزدیک بود یه گل به خودی اونجا ثبت بشه برای فرباد سعادت نیا که این اتفاق نیفتاد. 23-20 متین جلالیان میاره بالا، باباجانی 3 امتیازی رو میزنه. مهران باباجانی باید خیلی خیلی مراقبش باشن، خیلی راحت 3 امتیازیاشو میزنه رو دست دفاع و خالی و اینا، اصلا براش فرقی نداره. سعی میکنه از اسکرین استفاده بکنه، باباجانی 3 امتیازی رو میزنه. به 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 3 امتیازی میزنه باباجانی. 61-60 تایم رفت زیر 1 دقیقه. پسران کامیاران که حالا باید در سوپر لیگ در سال آینده حضور داشته باشن، امیدوارم که با تقویت این تیم بازی‌های جذابی در سوپر لیگ از این تیم و همچنین کاله تهران ببینیم. بریم سراغ 18 ثانیه پایانی. توپ در دستان باباجانی. باباجانی 3 امتیازی رو اقدام میکنه، رفت وای من بازی برابر شد. باباجانی 3 امتیازی زد، دوباره 3 امتیازی میزنه برای تیمش. 85 برابر. چیز زد. حالا آقای خیلی اعتقاد داره که 2 امتیازی بوده، میرن صحنه رو بازبینی بکنن ببینیم 2 امتیازی بوده یا نه. اعلام اولیه که 3 امتیاز بوده و حالا باید ببینیم بعد از بازبینی 3 امتیاز تایید میشه یا رد. خب ببینیم که بله 3 امتیازی تایید میشه و بازی برابره.